اگر شما یه پژوهشگر حوزه مغز باشید، حتما میدونید که برای انجام کارهای پژوهشیتون عمده‌ترین راه ممکن مراجعه به بیمارستان‌ها و استفاده از تجهیزات اوناست. اما با توجه به حجم کاری این مراکز، عملاً استفاده از این تجهیزات جدا از نتیجه‌ای که می‌خواید یا غیر ممکنه یا با هدر رفتن زمان همراهه و یا در زمانهای نامناسب امکان پذیره. اما چند سالی هست که دیگه پژوهشگران این دغدغه رو ندارن. شاید بپرسید چطوری؟ الان بهتون میگم. از سال 1395 وزارت علوم و وزارت بهداشت با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک پروژه ملی رو به عنوان اولین همکاری مشترک خودشون به انجام رسوندن تا علاوه بر کمک به محققین این حوزه، روند انجام پروژه‌های جدید و پیشرفته رو در داخل کشور آسان‌تر کنن. نتیجه این همکاری تأسیس آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز شد. مجموعه‌ای بسیار پیشرفته که با تمامی تجهیزات و امکانات خودش در اختیار محققین کل کشور قرار گرفته که خدمات تخصصی به پژوهشگران رشته‌های مختلف ارائه میده. خب بیاین با هم ببینیم این آزمایشگاه چه امکاناتی داره. شما از دستگاه ام‌آرآی ستسلا برای تصویربرداری و دستگاه ثبت سیگنال‌های الکتریکی EEG و سیگنال‌های نوری FNIRS برای ثبت فعالیت‌های مغزی میتونید استفاده کنید. علاوه بر این، اگه خودتون تخصصی توی پردازش تصاویر و سیگنالاتون ندارین، آزمایشگاه با امکانات پیشرفته به ویژه سرور محاسبات سریع این کار رو براتون انجام میده. آزمایشگاه امکاناتی مثل تحریک مغناطیسی و الکتریکی مغز TMS و TDCS رو هم داره که توی نقشه برداری مغز خیلی مفیده. همینطور نرم افزارهای بسیار پیشرفته وجود داره که میتونین برای ارزیابی شناختی و توانبخشی افراد ازش استفاده کنید. و با استفاده از آزمایشگاه واقعیت مجازی میتونید موقعیتی رو تجربه و بازسازی کنید. یه خبر هیجان انگیز دیگه این که داده هاتون رو میتونید توی بایوبانک نقشه برداری مغز ایران IBMB ذخیره کنید تا پژوهشگرا توی دورترین نقطه کشور هم ازشون استفاده کنن. تازه علاوه بر ارائه همه این خدمات، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نقش مهمی رو در آموزش پژوهشگران این حوزه داره. میپرسید چطوری؟ با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینارهای تخصصی، وبینارها، دوره‌های کارآموزی و سمپوزیوم‌ها که همشون با تدریس اساتید برجسته خارجی و داخلی کشوره. خبر خوب این که پژوهشگران میتونن خیلی راحت به صورت حضوری و یا خیلی آسان‌تر از طریق وبسایت این مجموعه به آدرس اینترنتی nbml.ir پروژهشون رو ثبت و بدون نگرانی در مورد تجهیزات و امکانات تخصصی روی پیشبرد تحقیقاتشون تمرکز کنن. اگر از خدمات آزمایشگاه استفاده کردید و پیشنهاد و یا انتقادی دارید، حتما با ما در میون بذارید. ما نظرات شما رو بررسی میکنیم و در اسرع وقت نتیجه رو بهتون اعلام میکنیم. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز